جنگ روسیه در اوکراین و امریکا در ایران، اما تاثیر این هر دو در تاجیکستان. منصبداران تاجیک اخیراً اقرار کردند که این جنگ ها و هم نیزای پاکستان افغانستان به اقتصادی تاجیکستان ضربه میزند. عبدالرحمن زاده وزیر رشد اقتصاد و سودا در نشست خبری 20 ایول در دوشنبه گفت که برای کم کردن این تاثیر ستاد مخصوص حکومتی تشکیل شده. ما مانیتورینگ میکنیم. امروز وضع جهانی امروز رو طوری در گزارش قید کردیم. ما هر هفته، هر ماه، هر 3 ماه گزارش‌های تحلیلی وابسته به وضع جهانی امروزه با حکومت جمهوری تاجیکستان و وابسته به آن مشکلاتی که ما داریم برای دریافت راه‌های حل منظور. شیرعلی کبیر وزیر صنعت تاجیکستان نیز هفته گذشته از تاثیر این حوادث خصوصا مشکل‌ها در بندرهای ایران و پاکستان و بازار نفتی روسیه و واردات و صادرات محصولات صنعتی نگرانی کرده بود. کدام سوحه نباشد اشیاء خام از کجای میآید؟ حتی این بیاید بگیم که مثلا خودی استثماراتی میبینیم یا حتی استثمارات قولین. این محصولات قولین مثلا معمولا هم خودی پریاژش که از مواد سینتتیکی استفاده کرده میشه. ما داشتیم وارد که از ایران میآوردیم، از ترکیه میآوردیم. راهی که محکم شدن این تاثیر رسون. یا مثلا حوزه ما مانیتورینگ داریم که تامینات با خودی محصولات دیزلی. مثلا یک کارخانه از زنفشان تا 300 میلیون آماده پرداخت‌های اندازی دارد در بودجه جمهوری. و که استثمارش 10% هم کم کنه این تاثیر میرسونه. برای ما حوزه کوشش کرده هستیم که مانیتورینگ هر روزه با اونا گفتگو داریم که مثلا تامیناتی خودی و مواد دیزلی و دیگرشون ما خودمون وزارت صنعت تکنولوژی با دستگیری حکومت ما کوشش کرده هستیم که الटरनेटیو با اونا پیشنهاد کنیم یا در لاجستیک اونها ما با اونها همه وقت در هماهنگ هستیم که کدام مسائل لاجستیکی که از ما وابسته باشه از تاثیر رسانی حکومت جمهوری تاجیکستان اونو با ما گفتگو میکنن. ما با حکومت میبریم و وزارت کارهای خارجی و کوشش کرده هستیم که من وضعیت ناگوار ژئوپلیتیکی استثمارات وطنی تاثیر نرسونه. حالا در پی حمله اوکراین به کارخانه‌های نفتی روسیه، نرخ سوزشواری در تاجیکستان بالا رفته، شبها در نزد بعضی فروشگاه‌ها نوبت پایه‌های چند ساعته به وجود می‌آید. حیدرعلی رجبزاده سردار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان روز 16 ایول گفت 91% محصولات نفتی مورد نیاز تاجیکستان از روسیه آورده می‌شود. آوازی بازار محصولات نفتی در فدراسیون روسیه در پی نارمای سیاسی نوستوری گرده از این پیوسته تاثیرش را به جمهوری ما رسانده است. هرچند منصبداران تاجیک مردم را قناعت می‌دهند که در پی تنظیم وضعیتند، پروفسور حاجی محمد عمرов میگوید تاجیکستان نمیتواند در یک مدت کوتاه اقتصادش را دگرگون کند، زیرا برای این باید همه اقتصاد را بازسازی کرد. از نظر او ایران میتوانست جایگزین روسیه در وارد کردن محصولات نفتی، فلزات و تکنیک کشاورزی باشد اگر خود با بحران روبرو نبود. قزاقستان، کامش ازبکستان، کامش ترکمنستان و آذربایجان. اصلا ما چیزی داریم که شخصش استثمار کننده مواد نفتی نیست. در پی گران شدن سوخت در تاجیکستان، مردم از احتمال تاثیر آن به نرخ محصولات کالای وارداتی اند. آنها هسته ذخیره 2 ماهه محصولات نفتی را که از طرف وزیر آب و انرژی تاجیکستان در لیر جمعه اعلان شد کافی نمی شمارند.